آمدی به سفیدی دار از افغانستان. امروز برایتان کوچه ها و خانه های قدیم شهر کابل به تصویر کشیدیم تا آخر ویدیو رو بیننده باشیم. یکی از برج های بسیار کوچک پل محمود خان قدیمی و سابقه. این هم خانه های پل محمود خان است. خیلی کهنه و فرسوده شدن ولی دیدنش خوشایند است که نزدیک ببینم. این هم پل محمود خان است، یک کوچه بسیار قدیمی که بیخی زیر خاک شده، در وقتش به سطح زمین بوده. یکی از کوچه های فرعی خرابات، کوچه خرابات است. برج بسیار قدیمی سابقه. اینجا نخودپزا و خسته بیریان میکردن. این بوی نخودپزا رو بسیار خوشایند کرده بود. کوچه چندبال است. یک رستوران که کوچک اینجا بود کباب تنها میپزید. و ما آمدیم به یکی از پاچه فروش ها. بسیار یک واقعا پاچه خوشمزه و مزه‌دار تیار کرد و یک فضای رومانتیک داشت. دوستای عزیز صفحه ما رو دنبال کنین و ما رو حمایت کنین تا براتون از دیدنی های افغانستان تصویر بکشیم.